سلام. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم از زبان کسیه که تو سن 15 سالگی با چیزی روبرو شد که هیچ وقت فراموشش نکرد. قبلش ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. ممنون. ماجرا برمیگرده به یه سفر کمپینگ. قرار بود با دوستم توی یه چادر بخوابیم، اما درست لحظه آخر مشکلی براش پیش اومد و همراهمون نیومد. یعنی من موندم و یه چادر و شب تنهایی. خورشید در حال غروب بود. بعد از یه روز طولانی کوهنوردی به کمپ برگشتیم. هوا رو به تاریکی میرفت و من هنوز درگیر برپا کردن چادرم بودم. تنهایی کار آسونی نبود. بالاخره یکی اومد و کمکم کرد. بعدش با گروه شام خوردیم. بعد از شام دور آتیش جمع شدیم. چند نفر برای خوشمزگی چند تا داستان ترسناک تعریف کردن. بعدش هر کسی رفت تو چادر خودش. چادرها از هم فاصله داشتن. من از اینکه فضای بیشتری داشتم خوشحال بودم. خیلی سریع خوابم برد. اما نیمه شب با صدای پایی بیدار شدم. صدایی که دور چادرم در حال قدم زدن بود. فکر کردم یکی از بچه هاست. شاید رفته دستشویی. اما صدا شروع کرد به چرخیدن دور چادر. اون لحظه مطمئن شدم کسی داره دستم میندازه. پرسیدم کی هستی؟ در جواب صدای پاها سمت جنگل دور شد. خواستم برم بیرون ولی دیدم ارزش نداره. دوباره سعی کردم بخوابم. اما بعد از مدت کوتاهی اون صدا برگشت. دوباره شروع کرد به چرخ زدن دور چادر. این بار عصبانی شدم. از جام بلند شدم. زیپ چادر رو باز کردم. انتظار داشتم یکی از بچه‌های گروه باشه، اما با چیزی روبرو شدم که شبیه هیچ حیوانی نبود. موجودی روی دو پا ایستاده بود، با پنجه‌های بزرگ. قلبم از تپش ایستاده بود. جرأت فریاد کشیدن نداشتم. اون فقط به هم خیره شده بود. هیچ حرکتی نمی کرد. انگار مسخم شده بودم. یهو به خودم اومدم. تمام قدرتمو جمع کردم. پا به فرار گذاشتم. به سمت نزدیکترین چادر دویدم. مثل بچه ها جیغ می زدم. قبل از اینکه برسم از صدای فریادام بقیه اومدن بیرون. هرچی دیده بودم براشون تعریف کردم. با چند نفر از بچه ها و سرگروهمون که یه اسلحه شکاری داشت به طرف چادر من رفتن، اما کسی یا چیزی رو پیدا نکردن. تنها چیزی که پیدا کردن رد پاهای بزرگی بود که دور چادرم کاملا مشخص بود. اون شب بعد از اون اتفاق چادرهامونو به هم نزدیک کردیم. روز بعد سفر کوتاه شد. همه برگشتیم خونه. من هیچ وقت به کمپینگ نرفتم و هرگز هم نخواهم رفت. سالها بعد از دانشگاه تصمیم گرفتم یه هفته ای رو تنها توی طبیعت بکر با کول و پشتی پیاده سفر کنم. وسط ناکجا آباد بودم. نزدیکترین شهر 3 ساعت با اتوبوس فاصله داشت. تو اون 7 روز فقط یه نفر رو دیدم. اونور رودخونه. یه دوربین قدیمی هم همراهم بود. از اونایی که باید ظاهرشون کنی. عکسای زیادی گرفتم. وقتی برگشتم خونه اونا رو ظاهر کردم. عکسای جالبی از طبیعت شده بودن. تا اینکه به 2 تا عکس عجیب برخوردم. 2 تا عکس از خودم که تو چادرم توی کیسه خواب خوابیده بودم. با دیدن اون عکس‌ها فشارم افتاد. وحشت تمام وجودمو گرفت. تا امروز نمیدونم اون عکس‌ها چطور گرفته شدن. از اون زمان دیگه هیچ وقت به کمپینگ نرفتم و همیشه در اتاقمو باز میذارم و میخوابم. و این شک تو وجودم باقی مونده که هر کسی اون عکس ها رو گرفته هنوز هم به نوعی داره منو تماشا میکنه. خب دوستان، بریم داستان بعدی. یه شبی درست مثل امشب دختر بچه‌ای تو دل جنگل گم شد. دانش آموزای یه مدرسه با مادراشون به اردوی جنگلی رفته بودن. معلمشون هم به عنوان سرپرست گروه همراهشون بود. همون شب اول همه دور آتیش کمپ جمع شده بودن. دختر بچه‌ای که مادرش همراهش نبود صدای خشخش آرومی شنید. فکر کرد شاید یه حیوان کوچیکه.
تصمیم گرفت بگیردش و به عنوان حیوان خونگی نگهش داره. خیلی آروم از جمع دوستاش جدا شد و دنبال صدا رفت. طولی نکشید که دوستش متوجه گم شدنش شد. موضوع رو به معلم گفت. بقیه دخترها به داخل چادرهاشون رفتن. معلم و چند تا از مادرها با چراغ قوه دنبال دختر رفتن، اما رعد و برق مهیبی در گرفت. جستجو غیر ممکن شد. مادرها تصمیم گرفتن بعد از طوفان برگردن. به هر حال اون دختر کوچولو دختر هیچ کدومشون نبود. اما خانم معلم تسلیم نشد. در حالی که موهاش زیر بارون شدید به صورتش چسبیده بود و رعد و برق تو اطرافش میزد، شجاعانه وارد جنگل شد. اسم دختر کوچولو رو مدام صدا میزد. صدای فریادهاش بارها شنیده شد تا اینکه به مرور کمرنگ شد. مادرها که برگشتن کمپ دیدن دختر کوچولو تنهایی برگشته. جز چند خراش کوچک آسیبی ندیده بود، اما از معلم هیچ خبری نبود. صبح روز بعد هوا خوب شد، ولی معلم برنگشت. گروه جستجو تشکیل شد، اما هیچ وقت اثری ازش پیدا نشد. این اتفاق 10 سال پیش رخ داده بود، اما هنوز عده‌ای از مردم میگن تو همون جنگل صدای شبحوار معلم رو میشنون که اسم دختر کوچولو رو